بریم با هم آیفون بعدی رو طراحی کنیم. آیفون اول میام یه دونه از اینا میذارم، یه دونه دیگه از اینا میذارم، 6 تا دوربین اصلا 3 تا میذارم. میخوام داداش این یه دونه لوگو اپل بذارم اینجا، یه دونه لوگو اپل دیگه بذارم که قشنگ تو چش فامیل بخوره که من آیفون خریدم. اینجا میخوام دکمه هومو برگردونم، دکمه پاور رو مثل آدم میذارم این پایینتر که دستمون راحت بهش برسه. آقای اپل دوربین جلو، میخوام این بالا کلا دوربین جلو باشه. جک هدفون اضافه میکنم حتما، نه یکی 2 تا آنتن میذارم براش، خیلی خوشگل اینجوری قشنگ بتونی دوش آنتن رو بکشی بالا، اگه یه جا آنتن بد بتونی استفاده کنی. پرو استند براتون میذارم که بتونی قشنگ گوشیتو بذاری اینجوری. بعد ارزم به خدمتتون که جویستیک گیم میخوای بزنی دیگه، یه جویستیک اینجا برات میذارم. بعد داش جویستیک دیپد هم برات میذارم، گیم خواستی بزنی گوشیتو اینوری کنی قشنگ میتونی گیم بزنی. بعد شاید بخوای زنگ بزنی فامیلتون، خب از اینا برات میذارم. این وسط قشنگ بتونی شماره فامیلتون رو بگیری باهاش صحبت کنی. بعد ارزم به خدمت پروفیل چیه؟ چرخ. شاید بخوای گوشیتو قل بدی، چرخ برات میذارم. 3 تا چرخ میذارم اینجا، اصلا یه چرخ هم میذارم این بغلا بتونی قشنگ گوشیتو رو زمین عقب کش راه ببری. گوشی به این راحتی میشه آیفون 17 پرو مکس، پرو سوپر مکس، چون که خیلی دوربین داره. یه گوشی شیک، حالا والپیپر از اول والپیپر شیکه. من میخوام اینجوری گوشی 17 پرو مکس اینو اینجا میذارم، یه اپل لوگو اینجا. اوف، یه دونه دوربین جلو فقط، البته شبیه گوشه اندرویدی میشه. نه، یه پروناچ اینجا میذارم، ولی جک هدفون رو اضافه میکنم. کسی خواست آقا بتونه هدفونشو بزنه چه اشکالی داره. پرو مکس کامرا، آها اینو حذف میکنم. کلا یه دوربین خفن این پشت میذارم. این ولی لنزش میره تو میاد بیرون، من قضاوت نکنید بگید بد شده. این لنز هر موقع بخوای میاد بیرون. همین صدا رو چجوری کم و زیاد کنیم؟ صبر کن. اینم برای صدا، اینم برای صدا. اگه این گوشی رو ترجیح میدی دکمه لایک رو بزن، اگه این گوشی رو ترجیح میدی دکمه سابسکرایب رو بزن. اگرم ایده ای داری که خلاقانه تر کنه آیفونا رو، حتما توی کامنت ها به عمو بگو.